عزیز و گرامی، من همه شمایان را بار دیگر خوش آمدید میگویم به بزم امروزمون و صاحب امروزه بزم ابوبکر صدیق را به این روزی تویش و روزی توی ختنش تبریک و تهنیت ها گفته به وی صحت و سلامتی خواهانم. خوشبخت باش. تشکر زیاد برای چنین سخنان صمیمی و پرمضمون. الهی شما هم خوشبخت و سربلند باشید. مرحمت نوبت را به گروه صنعتکاران میدیم. با کمال ممنونیت به صحنه گلعروس نازنین داماد نیک‌طالع عبدالعزیز را به خواهر استماع تقدیم می‌کنیم. مرحمت.